وقت بخیر آقای یزدانی عزیز. این طبقه 1 کلن از تای سالن بنداتون همونجور که دستور و فرمایش کارفرماتون بوده یکی در اومده تا آخر اتاق. کلن بنده یکی همه کاشی سالم به کار تمیز و شیک. این کار با این تمیزی. الان بریم طبقه بالا ببین یه روز بنکشش نگذاشته ببین چه بلای سری کارا آورده برقکار و کانال ساز. جناب یزدانی آقا این طبقه 2 نگاه کن کار به این تمیزی یک راه بندش بنکشش نگذاشته ببین چه بلای سری کار ما آوردن پرسنلتون. بیا مرد و سایت آقای برقکار تو قبل از نصب قبل از گچکاری چرا تو فکر لولت نیستی؟ دقیقه 95 بیادش میفتی. چیکاری مرد و صاحب زدی همه رو داغون کردی. حداقل بذار یه خطه بنده خشکه به خودش بگیره. بیا تنفر نگاه به چه روز انداختی. مالک نمیده کارشون نگاه نکرده کل آشغال رو کار انداختی.